خاموش و در عین حال پر از زندگی، به عصر یخبندان. تصور کن زمینی که بیشتر چهره‌اش زیر لایه‌های از یخ پنهان شده، جایی که بادهای سرد در دشت‌های یخزده می‌وزند و حیوانات عظیمی چون ماموت‌ها، بیزون‌ها و گربه‌های دندان خنجری بر آن فرمانروایی می‌کنند. اما عصر یخبندان تنها یک زمستان طولانی نبود. چرخه‌ای بود از سرمای شدید و گرمای کوتاه مدت. دوره‌هایی که زمین نفس می‌کشید، گاه منجمد، گاه سبز. تغییرات اندک در مدار و زاویه چرخش زمین باعث می‌شد تابش خورشید کمی کمتر یا بیشتر شود و همین تغییرات کوچک سرنوشت جهان را دگرگون می‌کرد. در آن دوران در بخش‌های شمالی زمین دیوارهای عظیم یخ صدها متر ارتفاع داشت، اما در جنوبتر جنگل‌ها و رودخانه‌ها هنوز زنده بودند. در همانجا نخستین انسان‌ها در غارها پناه می‌گرفتند، آتش می‌افروختند و از استخوان و سنگ ابزار می‌ساختند. برای آنها این عصر یخبندان نبود، این فقط زندگی بود. وقتی یخ گسترش می‌یافت، دریاها پایین می‌رفتند و خشکی‌های تازه‌ای پدید می‌آمد. یکی از این خشکی‌ها پل یخی میان آسیا و آمریکای شمالی بود. بریج برینگ، همان پلی که راه مهاجرت انسان‌ها و حیوانات را به قاره‌ای تازه گشود و تاریخ بشریت را برای همیشه تغییر داد. زمین در این دوران هم خشن بود و هم زیبا. قیل‌های پشمالو در دشت‌ها پرسه می‌زدند، شیرهای غارنشین در سایه کمین می‌کردند و گله‌های بی‌پایان گوزن و بیزون در جستجوی گیاهان خشک حرکت می‌کردند. زندگی حتی در سرمای مرگبار راهش را پیدا کرده بود. یخ‌ها